چه برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. اگر انسان بر درون دلش گوید که اگر من ناز کشم زنم 3 طلاق، ممکنه به درون دلش گفتن لبایش جنبیده باشه ولی به آواز 3 طلاق می شود؟ التماس جواب گردانید. اکنون برادر عزیز مسئله های طلاق مسئله های یعنی گفتن ما نیستند و طلاق تا به زبان انسان نگوید، به زبان نگوید و خودش نشنود طلاق نمیشد. به دل طلاق کند، انسان در خواب طلاق کند، اینها طلاق واقع نمیشه برادر عزیز. بهترش مسئله های طلاق برای ما ننویسه، چون که طلاق بسیار نازکی ها داره. مسئله طلاق باید هم طلاق گوینده خودش باشه، گویا که به چی کلمه به چی لفظ گفته است، بعد از اون موافق همون لفظ کلمهش برای او جواب گفته میشه. در یک حرف در یک لفظ دیگرگون شدن یعنی جواب دیگر میگیرد مسئله طلاق برادر عزیز. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملای محترم، آیا مویهای زن نابافته باشد گناه است یا نه؟ جوابش رو انتظارم. اکنون بهتر است برای زن موهایش را بافتن، چون که اکثری یعنی همسرهای جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها کاکل میبافتن. حتی برای زنهایی که وفات میکنن سنت است که بعد از اینکه میشوند شو موهاشون بافن و این چنین یعنی دبر گردنشو در بین سینه هاشون موهاشون گذارن. یعنی بافتن موی برای زن براش افضل و بهتر است، چون که موی زن این عورت است. اگر از یعنی رومال بیرون برای مردم ببینن این برای اون زن حرام و معنی نادرست است برادر عزیز بزرگوار من. یک برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم درباره زنی که شوهرش طلاق میدیدش، خب به مهلت شریعت باز به شوهر میبراید. در همین سوال من جواب زودتر انتظارم. اکنون برادر عزیز زنهایی که وقت شوهرهاشو طلاقشون میکنن و عیده نمی ایستن برای اونها نکاحشو فاسد است، نکاح اونها نکاح ندارن. شخصیت دومی که نکاح کرده است گرفته است، نکاحش درستیدگی نیست، او زندگیشون براش زنا و معنی حرام است. چون که عیده گفتیم زنها دخترهای یاش وقت شوهرش طلاق کرد باید 3 کسل زنانه عیده ایستن، 3 کسل زنانه 3 حیض ایستن. اگر زنهای حیض نمیدیدگی باشن 3 ماه عیدت میستن، بعد از اون میتونن که شوهر کنن. زنی که شوهرش وفات کرده باشه او 4 ماه و 10 روز یعنی عیده میپاید. اگر حامله دار شون این جمله تا تولد کردن کودکاشو عیده میپاین. بعد از تولد کودکشو بعد میتوانن که به شوهر براین. پیش از این اگر به شوهر براین اگر یعنی که نکاحشو نکاحی نادرست و فاسد است برادر. اینجا یک مادر محترمه سوال کرده که سلام علیکم داملا، من زن هستم، همسایه های خب همسایه هایم مردمی روس هستند. من هنگامی که به صدیق رفتن مردهای همسایه به من سلام میدهند، من جواب نمیدهم. خب برای که آنها نامحرمند من گناهگار میشوم خب یا نه؟ التماس جواب گید. نه مادری محترمه شما گناهگار نمیشه. اصل سلامی زن مرد جواب گفتنش اگرچه مسلمان باشه و محرمش باشه یا اینکه سلامی مرد زن جواب گفتنش این حرام است. در شریعت معنی هست اگر زنها ما را زنهای نامحرم البته زنهای خویش تبار باشن ضرر نداره. زن نامحرم و زنی که برای ما بیگانه است ما را سلام داد علیکی وی گرداندن حرام است، یا اینکه برای به سوی زنهای بیگانه سلام دادن این در شریعت معنی نادرست است. یک دویم مسئله این که انسانهای غیر مسلمان ما حق نداریم که السلام علیکم بگیم، یا اینکه وقتی اونها سلام گفتن ما حق نداریم که و علیکم السلام گوییم، چون که سلام این رحمت ها و تمام نیکی ها و خوبی های پروردگار است. این لایق شخصیتی یعنی بدین است. اونها را بهترش همین است که به همو زبان خودشون یا از درستشون بگه یا از دراوشون بگه یا همین لحظه به لهجه های خودشون سلام شو که براش بهتره، چون که سلام برای غیر مسلمان گفتنش در شریعت معنی نادرست است. اینجا یک خواهر محترم اصل 2 سوال امی به مانند همدیگر هستند. یک خواهر محترم شکایت کرده است از شوهرش که این سوالش خیلی طولانی است. از شوهر شکایت کرده است که این مرد به سوی زنش میگفته که فقط مرد بالای زن حق داره، این نیست که زن بالای مرد حق داشته باشه. وقتی مردها هر چیزی گفتن زن باید خاموش ایسته خب کنه
یعنی گفته مرد به گردن گیره و رفتن بگیره. حق نداره از که یعنی بالای شوهرش دعوا کنه. این خواهر محترمون چنین خط خیلی یعنی طولانی و دراز نوشته و در آخر التماس کرده است که درباره چنین مردها یک چیزی گویه و مردم فهمونه که آیا زنها بالای مردها حق دارن یا ندارن. اگر برادر عزیز ما حق‌هایی که زن بالای مرد داره، این حق‌ها را اگر ما بیان کنیم، شاید که شما دیگه در نزد زنها تو گپ زده نتوانید. چون که این حقی است که شریعت بالاشو یعنی بالای ما حق اونها را بیان کرده است. یکم این که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مردها بیان کردن که خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین شما همون شخصیتی است که به اهل خودش بهتر باشه، به همسرش، به فرزنداش، به اکا و دادرش، به پدر و مادرش چقدر خوش معامله و خوش مناسبت باشه، خوش رفتار باشه. بهترین شما همون نفر. جناب پیغمبر گفتن من که بهترین شما هستم. جناب پیغمبر گفتن من که بهترین شما هستم، گفتن من به اهل خودم خوش معامله و خوش مناسبت یعنی بهترین هستم، خوش رفتار هستم، با اونها مناسبت و معامله خوب دارم. شخصیتی از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن، گفتن یا رسول الله ما حق زوجت احدنا علیه. گفتن آیا حقی یکی از زنهای ما در بالای ما چی هست؟ زن در بالای ما چی حق داره؟ باید ما حق او را چی نوعی هست که یعنی که ادا کنیم حقش؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با سوی شخصیت جواب گفتن ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت. تن یکمین حقی زن بالای شما هر وقتی که خودت طعام خوردی از همون نوعی طعام باید برای همسرت بخورانی. هر سخته میخواه اشتیا داری، وقتی میره در چایخانه ها، در استلاوی ها میگوی به من ششلیک بیاره، به من منتو بیاره، به من گوشت بیاره، چیزی که دیلت میخواه، از همون چیزی که خودت میخوری جناب پیغمبر گفتن از همون باید همسرتم خورانی. این نیست که فقط تو در اینجا یعنی بهترین چیز خوری با خانه را بعد چی ببری تخم یا با خانه را یک چیزی به ارزی. این نیست. جناب پیغمبر گفتن از هر چیزی که خودت میخوری از همون باید همسرت خورانی و هر چیزی که خودت میپوشی از همون نوع چیز باید برای همسرت هم گیری. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وقت بخت لباس میگیری باید فکر وایها را کنی. فقط خدا یعنی زینت نتی بهترین لباس ها را پوشی در بین مردم بگردی و بیچاره همسرت تا یک کرتای چیتکی که تاجیکستان ما هست تا همون بگرده. یعنی فکر او را کنی. برای او هم باید یک نوع لباس خوبه که وقتی نزد یک یعنی دوگانهش یا یک جا دعوتش کنند رفت و شرم نداره، حیا نکنه که یعنی که یک لباسی بی ارزش ناچیز در بدنش است. باید که برای همسرهات هم جناب پیغمبر گفتن هر چیزی که وقتی میپوشی از همون چیز باید برای همسرت هم پوشانی. ولا تضرب الوجه ولا تقبح. جناب پیغمبر گفتن که باید همسرهاتون در چهرهشو یعنی در روی اونها نزنه. بعضی انسانهای بیرحم و بی انصاف روز شخصیتی در نزد من یعنی حکایت کرد، زن شب چنان زدن کرده که میگه نزدهای چشم یعنی زیهای چشمش سیاه بودن. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که باید زنه، البته را در قرآن امر هست برای زدن زنها که اونها را زدنی برای ادب آموختن، تری زدن بیرحمانه به انصافانه نه که معیبش کنی بعد یک سال دیگه دکتر به دکتر از قفاش بدوی. زدن برای ادب آموختن، برای ادب دادن. یگان چپلاخک در پشتش بزنی، در پشت سرش بزنی، در جایی که خود دردی سختی بدم نیاخی. زدن جناب پیغمبر گفتن که در چهره وی نزنه، گفتن در چهره هاشو نزنه و به سوی زنها تو سخنی قبیح نگویه. گفتن سخنی چی نوعی که امروز یعنی نوجوان مردای ما پدر و مادرشون دشنام میکنن و یعنی پدر و مادری وی هم برای این یعنی داماد چون پدر و مادرشه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و حدیث شونه که هر انسان یعنی که سه نوع پدر و مادر داره. انسانی که از او تولد شده است او پدرش است، همسری وی یعنی مادرش است. انسانی که دخترش نکاح میکنی میگیری اونم برای تو حکم پدری داره، مادری وی حکم مادری داره و شخصیتی که در نزد او تعلیم میگیری استادت
وای هم حکم پدری داره برای تو. یعنی که این سه نوع حقوق پدری دارند در بالای انسانیت. جناب پیامبر گفتند که باید برای همسرها تو سخنهای قبیح نگویی. ولا تهجر الا فی بیتی، تن از او جداگی نکنه مگر در خانه در حالت کسلی زنانه شدنش. بعضی انسانهایی را ما میدونیم که یعنی نقل کردن در نظم که تا سالش همراهی زنش قهری استاده است، در یک خانه زندگی مینه تا یک سال قطعی زنش قهری بوده بیچاره. او بیچاره که زنم طاقت کرده است، صبر کرده است، به تقدیر تسلیم و راضی شده است. قطعی همین خیلی نوجوان مرد که اصل قهری کنی فعل مردکی نیست، قهری کرده این فعل زنی است. تا سال جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که برای شخصیت مرد حلال نیست که از 3 روز زیاد به یک برادر مسلمانش قهری بیسته. هر شخصیتی که از 3 روز زیاد به یک برادرش قهری ایستاد و بندگی کرد، جناب پیامبر گفتن که او داخل دوزخ می شود. در یک روایت دیگر گفتن که هر انسانی که به یک برادر مسلمانش از 3 روز زیاد قهری ایستاد و یعنی وفات کرد، از دنیا گذشت، گناهی این مثل همین است که گویا او برادرش خونش ریزانده است، کشته استش. یعنی که چقدر گناهی هر دوش بزرگ است. جناب پیامبر گفتن که شما از همسرها تو یعنی که قهری نکنه، با اونها جداگی نکنه، از اونها خفه نشوه. وقتی البته رمیشه حالتی که زن یگان سخنی ناجا میگوه و عقلش کم است و یا دینداری سست است، باید که مرد و نصیحت کنه و باید اصلاح کنه. خب جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم از اونها شما جداگی نکنید مگر در کجا؟ در حالتی که کسل زنانه شد. وقتی کسل حیض شد همون شبک پشت بگردان و به حضور خوره بگو اگه کم تردم بگی که من شریعت منع کرده است، خداوند در قرآن من منع کرده است که در این حالت باید به تو نزدیکی نکنم. مایلی نوست قچاقت میگیرم نه که یک خدا یگان جنایت نکنه که شریعت یک خداوند حرام گردانده است. و هم فهموندن در کار، یعنی قواقوت نداز بعد پشت سنش بگردان، بفهمانش بگو که خیلی شریعت ما را معن داشته است که ساعت شده است یک دایم گوشکم خبر که ساز شدم. همیشه برش دقتی هم او خرسند میشه و هم شما انشاءالله، هم او خرسند میشه و هم شما خرسند میشه. به این خاطر با همسرها تو معامله و مناسبت خوب داشته باشه برادر عزیز. از همه فعل خصلتی بد خصوصا در این مردم خودمون است که به همسرها بسیار بدبینی دارند، اونها را چپگیری میکنند، سخنهای قبیحشو میگویند، حتی بیچاره ها را بعضشون گپزنی نمیمونند. بیچاره میخواد یک سگ بگه، یک راز دلش بگه، یک چیزش میفوره، میخواد که بپرسه در سیاست در گم کوخته دم تا بگیر گپ نزن. این مردی نیست برادر عزیز. با او باید وای محرم رازت است، وای شخصیتی است که رفیق حیات های، مادر فرزندات های، آباد کننده زندگی های. والله قسم زندگی بیزن چی معنا نداره. به همین خاطر بهترین نعمت های پروردگار زن های. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که امرأة صالحه خیر من الدنیا و ما فیها، گفتن زنی صالحه از دنیا و از همه هستی دنیا بهتر است. برای مرد مؤمنه زن وقتی باشه انسان از حرامی چشم میپوشه، در نزد چشمت سیر است، هر سو یعنی به سوی حرام نگاه نمیکنه. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار من نسبت به همسرها تو خوش معامله باشه، دوستشون بداره. شبهای گذشته گفتیم هر زن و مردی که همدیگر را دوست میدارن، معامله و مناسبت خوب میکنن، خداوند رحمت شده حیات اینها میریزونه. شیطان قامت اینها میشکنه. شیطانی که دشمن قسم خورده من شما، والله قسم جناب پیامبر حدیثه که شیطان قسم خورده است که ای پروردگار قسم به عظمت و جلالت که من نمیگذارم که یک بندت جنت بروه، من اینها را حرکت میکنم همشه همراهی خودم دوزخ میبرم. از روی انمی انسان من از درگاه تا از رحمتت محروم و ملعون و مردود شدم، من نمیگذارم که انسان آسوده و خوشحال باشه. حرکت میکنم، اونها را وسواس میکنم، فریب میکنم، از راه میزنم. اما وقتی شما یعنی اون همسرهاتون دوست داشته با اون مناسبت و معامله خوب کرده، شیطان در بین شما دیگه جا نمیابه، بلکه در خانه شما، در حیات شما، در زندگی شما دیگه راه نمیابه که داخل شود. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار من حرکت کنی همسرهاتون دوست بداری. این برادرها شما از مسکو و مسکوسکی область گرفته با ماشین‌های خود با گرانیسه قزاقستان بردن می‌آورند. برای همین خودی حاضر با نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید.